نمیصرفه. خیلی خوبه. کجا فهمیدی؟ از این دیگه. یعنی چی؟ اونلی لجند آنرس. چیکار می‌کنیم؟ اینجا سوار ماما نداریم. یا من برات سوار می‌کنم یا خودت برمی‌داری در هم. تو سوار کنی یا من چه فرقی داره؟ من خرابه سوار می‌کنم برات دیگه. پسر به 5 میگاهی مهندس رو ببر تا در ماشین. علی آقا مهندسیست که. ماشینش چیه؟ بنز. زرزر نکن برو انامم یادت نره بودم. الان چند مشتبه جون. ولی مشتبه بچه خوبی ها. نه بابا پشمک بابا نیده با کچلوار بود. اسکول فکر می‌کنه مثلا خیار مجلسی بعد با کچلوار یاد بخره. آقا مهدی اینا چیه؟ این نمیدونم عمه من خارجی. اینا اسمش پاپایاست. پدر سگ من شوخی نه دارم. واقعا اسمش پاپایاست. اسمشو میدونی گفت می‌خوای می‌پرسی. یاز بذارم. من خانم پیاز جنده است خیانتکاره نمیخوام. مگه ندیدی فیلمشو؟ من از چطور بدن نگاه می‌کنم. چه برو. بچه‌ها وسایلمو تا ماشین بیارن. چلاقی من خودت. چطور برام آقا رو بردین؟ چون آقا با موجودی کارتش صبح ناشتا 4 تا مثل تو رو قرقره میکنه. داش فتی مخلصم. این میوهاتون چرا خرابه پس؟ میوه تازه میخوای 6 صبح بیا اینجا سوا کنی. اون وقت شما صبح ساعت چند باز می‌کنی؟ من 11 دیگه نهایت دارم مغازم. این که خیلیه. من گفتم نیم کیلو. خدا وکیلی پول 8 شاگردو دارم. تو که اینجا یه دونه شاگرد داری. اون یه دونه اندازه 8 نفر میخوره. 1 کیلو پرتقال به من میدی؟ همه جنده بازی پیاز رو دیدن لاشی بازی آقای پرتقالو نه. دیدی؟ نه بچینم. ندیدی دیگه. نه مثلا من توضیح بهتر اون سبد تازه ها رو بذار زیر مونا رو بذار رو. تازه رو بذارم زیر مون نمیشه که. بله بعد تازه باز برامون میاد. بعد چیکار کنیم اون وقت؟ هیچی دیگه بذار زیر تا موندا فروش بره دیگه.